اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. محاسبه النفس، محاسبه نفس. این باره رو میخونیم و شرح میکنیم تا اینکه استفاده بریم. الله ما و شما را موفق گرداند در این عمل. فین اردت التوبه، اگر تو توبه کردن خواهشی توبه کردن داشته باشی، فینبغی لک، پس برای تو لازم است. چی لازم است برای ما؟ الا تخلو من التفکر طول عمرک، تفکر رو، فکر کردن رو در طول عمر نباید ترک کنیم. حتما چی کار میکنیم، چی گپ میزنیم، باید تفکر کنیم. یعنی که به طرز تفکری اسلامی باید تفکر کنیم، طرز تفکری دنیوی یا که نفسی یا که شیطانی نه. اسلام ما رو چه خیل باید تفکر کنیم گفته است، همون خیل تفکر کنیم. یعنی یک مسلمان باید چه تفکر کند؟ مسلمان هم دنیایش رو هم آخرتش رو، شخصی است که هم دنیایش رو هم آخرتش رو تفکر میکند. تفکری مسلمان وسیع‌تر است، عمیق‌تر است، چقورتر است نسبت به شخصانی که دنیا پرست هستند، نسبت به آنها. فتفکر فیما صنعت فی نهارک، در پایان هر روز درباره کردگی هایمان، کارهایی که کردیم، گپ‌هایی که زدیم، باید اندیشه کنیم، باید تفکر کنیم. فإن وجدت طاعة، اگر روزهای ما با اطاعت، با خوبی، با نیکی، با خیر، کارهای خیر، با عملهای، رفتارهای، سخنهای خیر اگر گذشت، پس در این حالت باید چیکار کنیم؟ در این حالت باید فشکر الله تعالی علیها، آن حالی که من گذرانیدم این روز، برای این حال خیر الله رو باید شکر کنم. برای که این حال رو، این عمل رو، این سخنها رو، این رفتار و کردارهایی که خیر است، اینها رو الله برای من نصیب کرده. من یک کاری خیر کردم، یک صدقه دادم، یک مشکلات یک کس رو اگر حل کردم، خواه مادی باشد خواه معنوی باشد، این خیر رو نباید من بر نفس خود حمل کنم. من سبب هستم، خیرها از آن الله هست. و ما بکم من نعمت فمن الله، تمام خیرهایی که در دنیا هست، در آخرت هست، تمام خیرها از آن الله هست. هنگامی که انسان یک کاری خیر میکند، یک گپی خوش میزند، یک نیکی میکند، این را در بالای نفس خود اگر حمل کند، عاقبت این انسان خسران است، پشیمانی میشود. و این وجدت معصیتا، و اگر روزمان را گذراندیم و دیدیم که درون روزمان گناه ها هست، غیبت هست، دزدی هست، زنا هست، زنای چشم، زنای دست و پا و گوش هست، تمام نمودهای گناه هست، در این حالت باید انسان چیکار کند؟ فوبخ نفسک علی ذلک، در این حالت نفسش را انسان باید ملامت کند، پس زند. نفسش را باید پس زند، گوید کاری که کردی این خطا است، نباید این کار را بکنی، تکرار دوام نده. و استغفر الله، نفسش را ملامت میکند و از خداوند آمرزش میخواهد. و استغفر الله، از خداوند آمرزش خواه. و توب الیه، به طرف الله روی بیار. کارهایی که، امرهایی که الله برای ما و شما گفتگی هست، اینها رو باید کنیم و از منهیات الله دور باشیم. فانه لا مجلس مع الله انفع لك من مجلس توبخ فیه نفسک، برای انسان ها بهترین مجلس، بهترین جای، بهترین حالت آن مجلس است که در آن مجلس نفسش را ملامت کرد انسان و در حالت ملامت کردن با الله برابر شد. این مجلس یکی از مجلس های بسیار فایده آور است برای انسان. نفسمون رو چیکار میکنیم؟ ملامت میکنیم، پست میزنیم، به حساب میکشیم. ولا توبخها و انت ضاحک فرح، در آن حالت، در حالتی که ما نفسمون رو ملامت میکنیم، خنده و شادی نباید کنیم، بلکه وبخها و انت مجد صادق. هنگامی که نفسمون رو ملامت میکنیم، نفسمون رو پس میزنیم برای کرده خطاگیش، جدی باشیم، جدیت رو به نفسمون نشان دهیم که از گناه ناراحت هستیم. مظهر للعبوسه، ناراحتی رو برای نفسمون چی کنیم؟ نشان دهیم، جدی باشیم. حزین القلب، دل آزرده باشیم، دلمون غمناک باشد. منکسر ذلیل، دل شکسته باشه. هنگامی که با نفسمون نگاه میکنیم،
با چشم تحقیر، با چشم پست دادن نگاه کنیم. برای چی؟ برای که این نفس ما رو به گناه تله داد. فإن فعلت ذلك، اگر ما با نفس خود این طور رفتار کنیم، این معامله را کنیم، بدلک الله بالحزن فرحا، الله اندوهمان را به شادی، به خرسندی تبدیل میدهد. و بالذل عزا، ذلیل بودنمان را، ذلیل از حالتی که ذلیل پست هستیم، ما را به عزت میبرد. و بالظلمت نورا، تاریکی هایی که در قلب هست، در حیات ما هست، در زندگانی ما هست، این را الله به نور تبدیل میدهد. و بالحجاب کشفا، حجابی که یعنی پرده ای که میان ما و الله هست، آن پرده را الله از بینمان میبرد، دور میکند، به خودش ما را نزدیک میکند. الله در این کار ما و شما را موفق گرداند. مسلمان چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که صحابه کرام از پیامبر خداوند پرسیدند آیا مسلمان یعنی که دزدی میکند؟ میشود که مسلمان دزدی میکند، یعنی که نفسش را گوش میکند، شیطان را گوش میکند، وسوسه را گوش میکند، دوستی که شیطان مثل شیطان شده است او را گوش میکند. در این حالت دزدی کرده میتواند، یعنی که دزدی کردن مشروع است، دزدی کردن جایز است گفتنی نیستیم. مسلمان هایی هستند که کردگی هستند این چیز رو، لیکن پشیمان میشوند، این کاری خطا را تکرار نمیکنند، به الله میگردند. مسلمان زنا میکند؟ بله مسلمان زنا میکند، یعنی که زنا کردن جایز است گفتنی نیستیم. مسلمانی هست که یعنی که سخنش را به نفسش گذرانده نمیتواند، عاجز است، در این حالت یا که میشود که ارادهش را کار فهمانده نمیتواند، زنا میکند. و در دوام حدیث پیامبر خداوند صلی الله علیه و سلم میپرسند که آیا مسلمان دروغ میگوید؟ مسلمان هرگز دروغ نمیگوید. هنگامی که مسلمان دروغ میگوید، عدالت، عادل بودن انسان از بین میرود. من صفات الابدال، یکی از وصفه های ابدال یعنی که اولیاهایی که زاهد هستند، ولی یعنی که یک وصف ذات هایی که شخص هایی که دوست الله هستند، ذات هایی که دستشون و قلبشون و فکرشون را از دنیا کشیدگی هستند، خود را در رضای الله روان کردگی هستند این ذات ها. و عن الشیخ مکین الدین الاسمری رحمه الله تعالی و کان من السبعه الابدال، شیخ مکین الدین یکی از قراهای اسکندریه هستند، این ذات مالکی و شاذلی هستند. از این ذات یک روایت هست که میگویند که قال كنت في ابتداء امری اخیط و اتقوت من ذلك، در ابتدای در اومدن به این راه کار من دوزندگی بود، من دوزندگی میکردم و روزگارم را از این راه، از همین مهنت به دست می آوردم، با کسب خود رزق خود را میگذراندم، میخوردم. و كنت اعد کلامی بالنهار، هر روز حرف هایی که کلام هایی که زدگی هستم، سخن هایی که حرف کردگی هستم، همش رو حساب میکردم. فاذا جاء المساء، هنگامی که شب میشد، حسبت نفسی، نفسم را به حساب میکشیدم، یعنی که نفسم را به حساب میکشیدم، چون این کار خیر رو کردی، چون این کار بد رو کردی، به حساب میکشیدم. فاجد کلامی قلیلا فما وجدت فيه من خیر، اگر سخنم کم و سخن من خیر می بود، در این حالت چیکار میکردم؟ حمدت الله و شکرته علیه، برای این سخن کم و خیر خداوند را شکر میکردم. و ما وجدت فيه من غیر ذلك، اگر سخنم بیرون از خیر بود تا اون که با خیر تبدیل شود، تبت الى الله و استغفرته الى ان صار بدلا، یعنی که تا اینکه به خیر تبدیل شود این سخنهای من، به خداوند چیکار میکردم؟ توبه میکردم و از خداوند آمرزش میطلبیدم که پشیمان هستم که سخنهایی که ناخیر هست، از صندوق خیر بیرون است، از حدود خیر خارج است، سخنهایی که صرف کردگی هستم، عذر میخواهم، تکرار این کار رو نمیکنم، پشیمانیم را اظهار میکنم و از خداوند توبه آمرزش میطلبم. گفته و خداوند نزدیک میشدن این ذات‌های کلام که الله از اینها راضی باشد. مفلس آن شخصی است که حق خداوند را به جای میبیارد، لیکن حق بندگان خداوند را ضایع میکند، به جای نمیبیارد. از این حالت باید ما چی باشیم؟ دور باشیم. انسان عبادت میکند، انسان به طاعت و به تمام کارهای خیر، حیاتش را به تمام کارهای خیر ادامه میدهد، دوام میدهد، لیکن همسایه‌اش از وی بی‌راحت، عائله‌اش از وی بی‌راحت، خویشاوندانش از وی بی‌راحت. وقتی که به مسجد میرود انسان‌ها از وی بی‌راحت، انسان‌ها به وی با نفرت نزدیک میشوند. در این حالت انسان چی میشود؟ مفلس میشود. باید حق و حقوق همسایه‌اش را هم رعایت کند، حق حقوق فرزندانش را، حق حقوق همسرش را هم باید رعایت کند. دین برای ما تمام حد حدود این رفتارها و کردارها و اخلاقها را کشیدگی است. باید خوانیم، باید فهمیم و باید عمل کنیم. این را برای ما الله آسان گرداند. آمین. در حدیث شریف روایت است که خداوند میفرماید که لا اجمع على عبدی خوفین
و لامنین. در بنده کیه؟ یک بنده که الله آفریده است به این دنیا آورده است، در قلبی وی دو خرسندی یا که دو خوف رو، ترسان بودن رو جمع نمیکنم. این خافنی فی دنیا، اگر این بنده در دنیا از من ترسید. چی گفتین که بس ترسید؟ یعنی که ترسید و کار حرام رو انجام نداد، ترسید و کار حرام رو ترک کرد، با حلال با مباح قناعت کرد. امنته فی الاخره، این بنده را من در آخرت امین، ناترس و خرسند میگردانم، میگوید الله جل جلاله. این امننی فی الدنیا خوفته یوم القیامه، اگر انسان در دنیا از من نترسید و کارهای حرام را، کارهای ظلم را دوام داد، کارهایی که رضای خداوند نیست، با فتنه و فجور و نیرنگ و حیله از خداوند نترسید، کارهایی که غیر مباح است، کارهایی که حرام است، کارهایی که منهی است، این رو اگر دوام داد در دنیا و از الله نترسید، الله پس این کس را در آخرت خوفته یوم القیامه، در روز قیامت الله این کس را، این شخص را میترسانم، میگوید. الله ما و شما را در دنیا از الله ترسان، در آخرت ناترسان گرداند. آمین و الحمد لله رب العالمین.